باید ما شکر کنیم که تاجیکستان امروز تنج است، آرام است، ملت ما سرجم است. تمام شرایط، خصوصا شرایط عبادت، شرایط دینی ما مهیا است و قدر این باید رسید. تحت راهبری پیشوای ملت ما سرجم است. شکرانه را باید به جا بیاریم. تمام مسائل فقهی ما 1400 سال این جانب مردم ما را در یک چارچوبه معین، در یک عقیده سالم نگه داشته آمده است. مذهب ما همه چیز را معین کرده است. ما مذهب داریم، پیر مذهب داریم، راههای عبادت را، خصوصا عرف و عادت ما را، لباس ملی ما را. ببینید مذهب ما معین اجازه داده است که هر یک ملت میتواند با همان لباس ملی خود عبادت کند، زندگی کند. بعضا حالتها می شود که از همین هم سوی استفاده میکنند، از مسائل فقهی هم سوی استفاده میکنند، از اسلام سوی استفاده میکنند. یک لباس سیاه میبیارد، دیگر میبیارد برای همان تجارتش یا برای یک فتنه انداختن. لیکن فکر نمی‌کند که آخر ما طبق مذهب باید عمل کنیم. در کتاب‌های فقهی ما سطر عورت، یعنی معنای سطر این لباس است، لباس ملی است، لباس در دین این لباس دینی گفتگی چیز نیست، لباس ملی هست. لیکن هر یک ملت با همان لباس خود عبادت می‌کند. عورت هم در شریعت معین شده است. عورت زن، عورت مرد. عورت مرد از ناف تا زانو، یا که عورت زن غیر از دست، روی، قدم، دیگر جای از سطر عورت. یعنی لباس باید پوشیده باشد. 1400 سال جان ملت ما، مادران ما، آچه‌های ما حاضر ببینید شما میروید، شهر میروید، همان کرته و پاجامه و همان خرسی که دارن با همان نماز میخونن، با همان زندگانی میکنن. هیچ کس نگفته است که به تو دیگر لباس پوش. بعضی گفت که شما پیدا کردن و دشمنان ملت ما چیز را پیدا میکنن. دو افغانی ملایی که خودش نمیداند که چی میگوید، هر یک کس هجوم میکنه، از آن جمله به تاجیکستان هم با هجوم میکنه. عیب نمی‌یابد از تگی ناخن چیت میتوبد. لیکن مردم ما این را خودش درک میکند. با وجود آن که 1400 سال ملت ما با همین لباس عبادت کرده آمدند، پاچه‌های ما، مادران ما، یگان اختلافات نبود. حاضر اینترنت پیدا شده است و دیگر چیز پیدا شده است، از آن سوی استفاده میکنند. خود اینترنت هم مشکل است. میبینید که پیش دشمن کرده است، پیش حقارت کرده است. برای اصلاح جامعه شورای علمای جمهوری در مسئله لباس سطر تجدید نظر کرده است. یعنی فتوایی که در مذهب ما در کتاب‌های فقهی هست، شورای علما باز یک مراتبه تجدید نظر کرده و آن معین کرده که انا همان لباسی که مادران ما، آچه‌های ما، گذشتگان ما با آن نماز می‌خواندند و زندگانی می‌کردند، انا همان لباس ملی ما است، لباس مذهبی ما است. ما مذهب داریم، پیر مذهب داریم، باید با لباس خود، با لباس ملی خود افتخار داشته باشیم، بیگانه پرست نباشیم. عرب مرحمت لباس خودش خودش میپوشد، ایرانی خودش میپوشد، افریقایی لباس خودش را خودش میپوشد، هندی هیچ وقت برآمده لباس پوشیده نمیپوشد. باید ما با همین لباس ملی خود، زبان ملی خود، دولت ملی خود افتخار داشته باشیم و در هر وقت ما باید ما در حق یکدیگر دعا کنیم.